He jumped the fence, headed back towards Collinwood. You're with Brandon. Rachel. Jeremy. این برندن راینره. اون 21 سالشه و اینجا کنار پدر و مادرشه. اون توی 6 ساعت گذشته فقط داشته از دست پلیسا فرار میکرد. چون بهترین دوستشو به بدترین شکل کشته و بدنشو تیکه تیکه کرده. وقتی پدر و مادر برندن میفهمن که پسرشون متهم به قتله، تنها کاری که از دستشون برمیاد اینه که دعا کنن و ببینن سرنوشت پسرشون به کجا میرسه. (28 نوامبر 2022) توی ایالت جورجیا پلیسا یه توییتا پریوس که توی یه رودخونه افتاده بوده و پیدا میکنن. بعد اینکه از پلاک ماشین اطلاع میگیرن متوجه میشن مالک اون آرون دیویس 21 ساله است. به خاطر اینکه شهر روم جورجیا شهر نسبتاً کوچیکیه، اکثرا اونجا همدیگه رو میشناسن. صدفان سیلرز همون لحظه به پدر آرون زنگ میزنه که ببینه موضوع چیه. Okay. Yeah, can you see if you maybe can get a hold of him and check in with him, see where his car's supposed to be? So you just found the car abandoned there? Yeah, it's actually off in a little ditch. We're in the process of getting it out. I don't think there's anybody in it right now. برای پدرش هم سوال بود که اون الان کجاست. با این حال اون یه سری اطلاعات هم به پلیسا میده. اون گفت آرون و دوست قدیمیش برندن راینر کل دیشبو با هم بودن. آرون و برندن از دوران راهنمایی با هم دوست بودن و دوستیشون تا دانشگاه هم ادامه داشت. آرون چند وقت پیش از دانشگاه فارغ التحصیل میشه. به خاطر همین بیشتر از 100 کیلومتر رانندگی میکنه و میره پیش برندن تا با اون برای فارغ التحصیلیش جشن بگیره، ولی از وقتی که اونا همو دیدن دیگه کسی از آرون خبری نداره. بعد تمام این داستانا پدر آرون چند بار باهاش تماس میگیره ولی تلفن آرون مستقیم میره روی پیغامگیر. همین باعث شد که پدر آرون با مشورت افسر پلیس همون لحظه گزارش گم شدن پسرش رو ثبت کنه و از همونجا تحقیقات پلیس به صورت رسمی شروع میشه. اولین قدم توی تحقیقات با برندن راینر شروع میشه چون طبق گزارش‌ها اون آخرین نفری بود که با آرون در تماس بود. Hey, I'm Lieutenant Sailor from police. You doing all right today? Yes, I am. I'm looking for my friend right now. Yeah, that's what I was calling about. You hadn't heard from him? I have not. I've tried calling him and it's just gone straight to voicemail. And The last time you saw him? I saw him last night. About what time? Well, we started drinking around like 12 noon. He started throwing up pretty bad. He told me to leave him alone. I guess I woke up around like 1 or 2 a.m. And that's when I saw that his car was gone. All right. Well, if y'all hear from him, let us know, okay? Yeah, thank you for the help, sir. All right. Bye-bye. توضیحات برندن کاملا منطقی به نظر میرسید و حتی ادعا کرد همون لحظه که پلیس باش تماس گرفت خیلی جدی داشت دنبال آرون میگشت. نظر پلیسا این بود که باید با برندن رو در رو صحبت کنن چون بازرس سیلرز میگفت حس میکنم برندن میدونه چه بلایی سر آرون اومده. چند ساعت بعد پلیسا بدون اینکه به برندن خبر بدن میرن دم در خونش تا سوالای بیشتری بپرسن و یه ارزیابی محیطی هم انجام بدن. Hey, what's going on? I'm Officer Grover with the Rome Police Department. We're following up on all this. Can you walk me through what's going on? Just make sure we're all on the same page. We started drinking around 12 yesterday. Yeah, it's you and Aaron, right? Yeah, me and Aaron. Okay. Anyone else with you guys? And we went to Chris, and I had bought some red wine. Yeah. And came back here, started drinking red wine. He doesn't drink too often, so he had gone upstairs and was just puking everywhere. To the toilet, shower, went to bed. Okay. And then woke up 1 to 2 a.m. and his car was gone. رفتارای برندن برای پلیس عجیب بود. از اون طرف وقتی آرون توی 12 ساعت گذشته جواب تلفن هیچ کس رو نداده و ماشینش هم با اون وضعیت توی رودخونه پیدا شد، همه رو نگران کرده بود. اگه آرون واقعا فقط با یکم مشروب تا این حد مست شده باشه، هیچ کس نمیدونه ممکنه چه کارهای دیگه‌ای کرده باشه.
پلیسا هیچ حس مثبتی از برندن نگرفتن، واسه همین ازش میخوان که توی خونه رو یه نگاهی بندازن. افسر داشت خونه رو بررسی میکرد که متوجه شد چند تا از درها قفل بودن، مخصوصا دری که به اتاق آرون میرسید، همون جایی که ظاهراً چند بار استفراغ کرده بود. این موضوع خیلی عجیب بود، برای همین برندن رو صدا زدن که بهشون کمک کنه برن توی اتاقی که آرون بود. پلیسا یه بوی شیمیایی خیلی قوی از اتاق حس کردن و کلی مواد پاک‌کننده هم اونجا پیدا میکنن، اما هیچ کدوم اینا در برابر چیزی که میبینن اصلاً اهمیتی نداره. یه عالمه خون کنار تخت ریخته که به نظر خیلی بیشتر از یه استفراغ ساده است. پلیسا به کل این ماجرا شک کردن. رفتار عجیب برندن، اون حجم بالای خون توی اتاقی که آرون بود و صدها دلار وسایل تمیز کننده که اتفاقاً تازه هم خریده شده بود. به نظر میرسه خود برندن هم فهمیده که پلیسا بهش شک کردن، واسه همین وقتی دید اونا مشغول بازرسی اتاق آرون شدن تصمیم میگیره یه کاری کنه. Jumped the fence. Headed back towards Collinwood. پلیسا رد برندن رو گم کردن. اون تونست از دستشون فرار کنه، البته فعلا. حالا پلیس به شدت دنبال هر سر نخی میگرده که بتونه به پیدا کردن برندن کمک کنه. اونا در تمام خونه‌های اون منطقه رو میزنن و از مردم سوال میکنن که آیا برندن رو دیدن یا نه. همونجا بود که یکی از افسرها یکی از همسایه‌ها رو میبینه که داشت با پدر برندن جرمی حرف میزد. افسر سریع گوشی رو گرفت تا خودش مستقیما باهاش صحبت کنه. Hey, sir, I'm Lieutenant Sailor Crown Police. Hi, I'm Jeremy Reisner, the homeowner, Yes, and my Brandon's father. Yeah, we're probably going to need to talk to Brendan. Do you know where he is? No, I thought he was still at home. Now, earlier we had told him maybe drive around the areas where they normally hang out and try to look for him, for Aaron. Okay, we'll keep trying to get hold of him. We're still about an hour away, working our way there. حتی خود جرمی هم نمیدونست برندن کجاست. ظاهراً هیچ کس دیگه هم خبر نداشت، چون یه ساعت کامل از فرار برندن گذشته و هنوز پیدا نشده. Sorry, I realize you might not be able to answer this question. I don't know the answer, but I'll try. Is there a suspicion that Brandon was involved in hurting Aaron or something? There's suspicion that something happened. Beyond getting drunk and throwing up? Well, we don't know. They're lifelong friends. We called back after the boy's mom called us. We called back and said, when did you last see Aaron? He says, I guess he left during the night. That's all we did. We went to look for him where the car was reported. Yes. Powers that be have our number? Yes, sir. Yeah. جرمی تمام تلاشش رو میکرد که به پلیس توی تحقیقات کمک کنه، ولی بعد اینکه برگشت خونه خیلی اتفاقی گوشی برندن رو پیدا میکنه. تا اون لحظه جرمی هر کاری از دستش برمی اومد برای پلیسا کرده بود که بتونن رد پسرش رو بگیرن. اما بعد پیدا شدن گوشی یه چیزی عوض شد. اون همکاریش با پلیسا رو خیلی یهو قطع کرد. این قضیه پلیس رو به شک انداخت. نکنه یه چیزی توی گوشی دیده که نمیخواد کسی بفهمه، یا شاید خودش داره چیزی رو قایم میکنه. این یه سرنخ مهم بود، چون میتونست بفهمه برندن کجا رفته. ولی مشکل اینجا بود که جرمی حاضر نبود گوشی رو به پلیس بده. اون میخواست اول خودش اوضاع رو بسنجه، چون به هر حال برندن پسرش رو تا وقتی اتهامش ثابت نشده هم بیگناهه. اگه گوشی رو میداد و یه چیز بدی توش پیدا میکردن، شاید یه اشتباه جبران ناپذیر میشد. چند ساعت دیگه هم گذشت و هنوز هیچ سرنخی از برندن نداشتن. هرچی که جرمی توی گوشی پیدا کرده بود برای همیشه یه معما بود. ولی وقتی پلیس دوباره باهاش حرف زد، یه چیز عجیبی توی رفتارش حس کرد. What's the status? All right, so first of all, I understand you found his cell phone. That's right. You want to turn that over to us? Okay. I do. My gut says yes, but at the same time, Yeah, I mean,
we'll probably need to go through it and see at least maybe where he's been today. There is a significant amount of blood in that upstairs bedroom and on the carpet. But I wanted to be straight up with you. Not gonna find it. Okay. I appreciate that. Some texts back and forth. Maybe something else. You know, I know. I've seen them, you know. But I can't promise you that. 'Cause I don't. No, I know. Yeah, I don't know what I was in there. So. I want to. I was as a ولی یه چیزی قطعاً تغییر کرده. هر چی توی اون گوشی بوده حتما یه چیز وحشتناکی بود و پلیس هم اینو حس کرده. Because he doesn't know what's going on. But he seemed a little shocked that we're at his house. You know, he seemed respectful in the sense that he was okay with us being at his house and doing what we needed to do. I couldn't really get a feel for him. He may just be covering for his kid. He's got to be. Him having the phone not being shattered tells me that his son handed it to him. پلیس تمام حواسش به گوشی بود ولی یه چیز دیگه هم بود. برندن همیشه یادداشت‌های عجیب و غریب و ترسناکی می‌نوشت. چیزایی مثل اینکه جیغش تبدیل به خور و پف شد وقتی که زبونشو قورت داد. من جای تاریک رو دوست دارم. اونجا که ذهنم ذوب میشه و کلا جمله‌های بی سر و تهی که معنی درستی نداشت ولی میشد ترس و از توی جمله‌ها واقعا لمس کرد. اینکه دقیقاً چی توی این پیامات جرمی و به هم ریخت معلوم نیست. ولی هر چی که بود باعث شد بفهمه که پسر خودش آرونو کشته. فقط 1 ساعت بعد جرمی به پلیس زنگ زد و گفت برندن با اونو حالا میخواد تسلیم بشه. 25 دقیقه بعد برندن با پدرش جرمی و مادرش ریچل میرسن اداره پلیس. Brandon. Rachel. Jeremy. حالا که برندن تحت کنترل بود کاراگاه کارو شروع کرد. یه سری فرم و کاغذبازی داشت که باید پر میکرد. اول از همه اطلاعات پایه برندن و آدرس‌های تماسش رو گرفت. So I'm gonna read you some stuff before we get started, okay? You have the right to remain silent. You have the right to talk to a lawyer for advice before you are asked questions and have him with you during questioning. I would like to. You would like a lawyer, okay? All right, sit tight for just a minute. اینجا برندن تصمیم میگیره که سکوت کنه و هیچی نگه. میدونست هر حرفی که توی اتاق بازجویی بزنه ممکنه بعداً علیه خودش استفاده بشه. این برای کاراگاه اصلاً خوب نیست، اما برعکس برندن پدر و مادرش خیلی تمایل دارن که با کاراگاه صحبت کنن. بنابراین کاراگاه جرمی و ریچل رو میبره به دفترش که با اونا صحبت کنه تا از طریق اونا اطلاعاتی که دنبالشه رو به دست بیاره. There's a lot going on right now. Try to show you. I can try to show you. You can try to show us the general area, yeah. Okay. There's an old cemetery. جرمی اینو گفت و همین سرنخ خیلی مهمی بود برای اینکه جسد آرون رو پیدا کنن. ولی با اینکه این اطلاعات خیلی با ارزش بود، کاراگاه فهمید که باید تا وقتی جرمی همکاری میکنه بیشترین استفاده رو از این فرصت ببره و هر چی میتونه ازش اطلاعات بگیره. حالا دیگه به جای اینکه مستقیم بره دنبال جسد آرون، تمرکزش رو میذاره روی زندگی شخصی برندن و سعی میکنه بفهمه توی سرش چی میگذره. Brandon had brought home from college because he was having anxiety attacks, he was having suicidal thoughts, he was having visions. Brought him home to make it safe. I think I get his medications right. Got a call from Brandon this morning at 9 or 10. He has Tourette's. He's had it since he was a kid, diagnosed as a kid. And with that comes OCD, and people say they have OCD all the time, they don't understand. با این حساب این احتمال مطرح میشه که کارهای برندن تحت تاثیر مشکلات روحی و روانی بوده. اما لازم از یه زاویه دیگه هم به ماجرا نگاه کنیم. شاید جرمی داره از این گزینه استفاده میکنه تا بتونه پسرش رو از رفتن به زندان و متهم شدن به قتل نجات بده. برای همین نمیشه این حرفا رو بدون شک و تردید قبول کرد، چون ممکنه واقعیت ماجرا چیز دیگه‌ای باشه که به حرفای جرمی هم نزدیک نباشه. با این حال پلیس حالا یه موقعیت تقریبی داشت که احتمالاً جسد آرون اونجا بود. حالا دیگه تمام نیروها بسیج شدن و جستجو رو توی قبرستونی که جرمی اشاره کرده بود شروع میکنن. بالاخره جسد آرون پیدا شد. اون توی قبرستون یه جای خلوت و پشت یه ساختمون متروکه دفن شده بود. بدتر اینکه جسدش توی همون ملافه‌ای پیچیده شده بود که باهاش توی خونه برندن خوابیده بود. دیگه جای هیچ حرفی نموند. برندن راینر یه قاتل خونسرد بود.
بعد اینکه جسد آرون پیدا شد، برندن رو به خاطر قتل آرون دیویس بردن به زندان محلی. Why you do that? We need my son. We need him. Oh my God. آرون تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود و آینده روشنی داشت. مرگ ناگهانیش چیزی جز یه عمل شیطانی و وحشتناک از طرف برندن نبود. عدالت به خاطر آرون و دردی که خانواده اون مجبورن تا آخر عمرشون تحمل کنن اجرا میشه. بالاخره روز دادگاه رسید. 18 جولای 2024 برندن تقریباً هیچ دفاعی برای خودش نداشت. تلاشش واسه اینکه ثابت کنه دیوونه بوده خیلی زود رد میشه. دادگاه هیچ شکی نداشت که اون میدونسته داره چیکار میکنه. در نهایت قاضی پرونده رأی نهاییشو صادر کرد. اون گفت با توجه به شواهد موجود و شدت جرم مرتکب شده، عدالت ایجاب میکنه که آقای برندن راینر به اتهام قتل درجه اول به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم بشه و من هم همین حکم صادر میکنم. اون به جرم قتل و مصلح کردن آرون دیویس اعتراف کرد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. با این حکم سرنوشت برندن مشخص شد. یه عمر پشت میله ها بدون هیچ شانسی برای آزادی. پرونده بسته شد ولی زخم این ماجرا واسه خانواده آرون تا همیشه باز می‌مونه.